به سرنشین‌های اوکراین در ماه‌های اخیر حمله‌ها را به نیم‌جزیره کریم که سال 2014 از طرف روسیه اشغال شده است بیشتر کردند. این درون‌ها پل و ماشین‌های بارکش و کشتی‌های روانه کریم را هدف قرار داده این عمل را بنبست لاجستیکی نامیدند که تأثیرش برعلا نمایان است. کریم برای روسیه، اوکراین و با نظر داشته اقلیت اذیت دیده ترک زبان تاتارهای این منطقه برای ترکیه هم اهمیتی بزرگ دارد. شهر بندری سیواستوپول در جنگ سال 1854 و جنگ دوم جهانی صحنه برخوردهای سرنوشت ساز بوده است. کریم و به ویژه شهر یالتا آسایشگاه دوست داشته شاهان روسیه بوده. ادیبان مثل تالستوی و چخوف هم برای استراحت به اینجا می آمدند. در پایان جنگ دوم جهانی چرچیل، روزولت و استالین در یالتا خریطه اروپای بعد جنگی را تهیه کردند. این نیم جزیره بحر سیاه در سالهای 50 قرن گذشته به جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین پیوست. بعد فروپاشی شوروی نیم جزیره کریم تحت تصرف اوکراین صاحب استقلال ماند. بسیاری از مردم روسیه به این حال موافق نیستند و آن را خطای تاریخی می شمارند. در سال 2014 زمانی که در کوچه های اوکراین آشوب‌های ضد حکومتی جریان داشتند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به کریم نیرو فرستاده نیم جزیره را اشغال کرد. سپس یک نظرخواهی مردمی بحث برانگیز تشکیل کرد و کریم را به قلمرو روسیه شامل نمود. یگان کشور عالم این ادعای روسیه را قبول نکرده است، ولی مردم روس از آن خوشحال است. پوتین با خرج میلیاردها دلار پول ساخته کریم را با راه زمینی به روسیه پیوست. در سال 2022 کریم پایگاه اساسی تجاوز مسکو به خاک اوکراین بود. امروز با گذشت 4 سال جنگ، اوکراین از حساب هواپیماهای بی‌سرنشینش که سالهای اخیر خیلی پیشرفت کردند، رفت و آمد زمینی به کریم را در مسافه 700 کیلومتر زمین‌های اشغال شده خیلی دشوار کرده است. بعد تخریب پل چانهر از طرف درون‌های اوکراینی، روسیه در آنجا پانتون یا خود پل موقت بنیاد نمود. چندی از کشتی‌های سیاحی که به واسطه گذرگاه کرچ سیر داشتند و قطاره‌های راه آهن که ساحل‌های اوکراینی را عبور می‌نمودند، هدف حمله‌های بی‌سرنشین‌های اوکراینی شدند. در شبکه‌های اجتماعی شکایت سیاحان از وضع ناگوار در کریم زیاد شده، رانندگان ساعت‌های طولانی منتظر خریدن مواد سوخت برای ماشین‌هایشان می‌باشند. رئیس ولایت فروش مواد سوخت را کاملاً منع کرده است. طبق گزارش‌های رسیده در بعضی منطقه‌ها مشتریان به تهلکه افتیده هر چیزی پیش آمده را می‌خرند. اگر روسیه تأمین مواد سوخت را به کریم برقرار نکند، مشکل اساسی نه سیاحان بلکه ادامه عملیات نظامی خواهد بود. یک بلاگر معروف روس نوشته است که نیروهای اوکراین محاصره کریم را شدیدتر می‌کنند. هدف کیف خیلی ساده است. سفر به این نیم جزیره بحر سیاه در ماه ایون سال روان نه آسایش بلکه قرعه کشی برای حیات باشد.